پرزیدنت امامعلی رحمان که این زمان در اروپا است، قبل از سفر در یک سخنرانی در همایش وابسته به این جشن گفت کنستیتوسیون تاجیکستان سال 1994 با جانبداری بیشتر از 87% مردم قبول شد و افزود که رأی مردم به طرفداری دولت دموکراتی و دنیوی بود. ولی بعضی از ساکنان میگویند اجرا نشدن چند بند مهم قانونی اساسی است، از جمله تقسیم شاخه‌های قدرت، مستقلی دادگاه‌ها و حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، حجت اساسی کشور را در چشم مردم تا جای کم اهمیت کرده است. کنستیتوسیون تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول شد و تا این دم 3 دفعه آن را اصلاح کردند. هر یک دولت حقوق بنیاد دنیوی دموکراتی وقتی که صاحب استقلال است باید که قانون اساسی خود یعنی که کنستیتوسیون را داشته باشد. اما از آن افتخار میکنیم که همچون یک دولت صاحب استقلال کنستیتوسیون خود را داریم. بر اساس تغییرات سال 1999 پارلمان دو پلاته‌ای تشکیل شد و به فعالیت حزب‌های سیاسی دینی اجازه داد. در تغییرات سال 2003 مهلت پرزیدنتی را از 2 دوره 5 ساله به دوره 7 ساله رساندند. در تغییرات سال 2016 تأسیس و فعالیت حزب‌های سیاسی دینی منع شد. رئیس جمهور کنونی حق به طور نامحدود شرکت کردن در انتخابات ها را به دست آورد و سن نامزد به رئیس جمهور از 35 تا 30 سالگی پایین آورده شد. این تغییرات بارها از طرف مخالفان و سازمان‌های حامی حقوق تنقید شده است. منتقدان آن را سوء استفاده از قانون و باور و تحمل مردم و غیر دموکراتی دانستند. خود مقامات میگویند آن با هدف حمایت بیشتر مردم و حفظ ثبات صورت گرفته است.